زنبور کسی دو رقمه خواه سه رقم داره اصلا باز زنبور نر داره و زنبور ماده داره. باز زنبور نر بزرگه نسبت به زنبور ماده. مثلا اینیا کلان سرباز اینیا زنبورای ماده دوال بهار زنبور نرم میزنه به خاطر جفتگذاری و دیگه چشگذاری ملکه. باز اینی جایی که سرپوشیده میبینی اینا کسی دنیا چیچه هسته اینو چیچه گذاری کده تنوز چیچهایش از تخم بور نشده. باز این در قسمت بالای پرده نیم تا وسط هسته. باز در این قسمت اصل جمع آوریم نه همین سراخایش که؟ آفرین سراخای بلنه گرشن ما اصل کشی کدم اول سه فهمده نمیشه کم کم اینجا سفید فهمده موشه باش مربور کنم دیدی؟ اینو اصله بسیار و اصل هست؟ اینی اصل صاف است. باز ملکش کسته درسته را نسبت در از اینو. باز زنبوری نر گرچند اینی ماهای اصد همون؟ سرطان در ماه سرطان نیست چون دوالبار به خاطر چشگذاری تخمگذاری است. بسیار باز اصل هم دو رقم میشه، یک اصل اول بار میشه، یک اصل یعنی زمان. یعنی زمان کسته معمولا از یک گل زیادتر جمع مونه یا گلی رشقه می باشه، گلی طالع میشه یا شفتل. باز دمای اول بار کسته باز گلی لالگ است و گلی پنجه پشک است و بسیار گل زیاد است. باز اصل اول بار باز اصل خوب شیم اصل که اولی بهار که گرفته میشه همون اصل اول بهاره که در پیش از ما یک کمتون مندید که یک در 12 کیلو تو امور گفتی. باز ما بسیار خوب. این دروازهش در پایینه دیگه نمیشه که؟ دروازهش در پایین است. دروازهش صحیح است. از اینجا دوستایی هم دروازه زنبور اصل از خاطر چشگذاری و بخش این اصل کشی و دیگهش از اینجا. باز اینی در ماشین خود دیدی نه؟ بازیر دمیت دفرش یک بغله میمونی بازیر چرخ دادی باز اصلا خاصیتا نمزی کچوب مو بیش میمونی را؟ قلم میکش میمونی بازیر موم ازی نجای خسته قرق تاوم دی باز اصلاش بور میشه پس پردر دوباره پس نجایش پایین دی. مثلا ما پسر قدیس خمیسا هر تراش کنیم وال خراب نمشو اما سراخیاش بجای خمون اما اصل چی باز از اینجا بیرون میشه. بسیار یک ایخون فیلم مرم بی زنبور نکنه کان زنبور یک نیش میزنه دیگه یه ما نور خونم اومد دیگه نیش زنبور باز مگه خیلی فایده داره. فیلم ما میایه دیگه تکمیل دیگه تکمیل این مال میایه دیگه ما زیبت کش دیگه سر تا پای. دوستای عزیزی آمدیم پلوی خانه زنبور اصل دیگه یک ذره آدم ترس هم میخوره که نکنه گرچند بیکنه نیش فایده داره بازم آدم باید یک ذره جرات به خرج بیته دیگه. اینجا بولیم است نام خوبش کار زنبور اصل 6 سال میشه شروع کرده. 6 دانه صندوق داره سال یک دانه صندوق چه داده دیگه. موفق باشه در کارهای خود دیگه. ما دیگه کم کم دور شویم که زنبور نکنه دیگه. لیام بود برنامه امروزی ما.